سازمان جهانی غذا هشدار داده که اگر کمک‌های لازم دریافت نشود، ممکن است کودکان و مادران افغانی که به سوء تغذیه شدید مبتلااند، جانهایشان را از دست دهند. عایشه باشنده کندهار مدت هاست که با بلال کودک 3 ماهه خود در شفاخانه میرویس نیکه بستری است. او به صدای دریا گفت که کودکش به دلیل فقر به سوء تغذیه مبتلا شده و توانایی خریداری شیر خشک را ندارد. عایشه تنها مادری نیست که از سوء تغذیه کودکش رنج میبرد. سالهاست که در افغانستان مادران و کودکان با مشکل سوء تغذیه روبرو هستند، اما اخیراً جان الیف، رئیس برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد WFP به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در 12 ماه آینده حدود 5 میلیون کودک افغان با خطر جدی سوء تغذیه مواجه خواهند بود. با گفته الیف، اگر به این کودکان و مادران کمک نرسد، ممکن است که تعداد زیادی از کودکان مبتلا به سوء تغذیه جانهایشان را از دست دهند. نهادها، مؤسسات بین المللی هر یک به طور جداگانه برای ارائه کمک‌های نجات بخش و خدمات اساسی به مردم افغانستان خواستار صدها میلیون دلار بودجه شده اند. به طور مثال، اخیراً صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته که برای ارائه کمک‌های نجات بخش و خدمات اساسی به 12 میلیون تن در افغانستان به شمول 6.5 میلیون کودک به طور عاجل به 949.1 میلیون دلار نیاز دارد.